جلسه هفتم از دوره وب اسکریپینگ در پایتون. تو این جلسه تقریبا کارهای اصلی کم کم شروع میشه. کتابخونه ریکوست گفته میشه تو این جلسه. تو جلسه API گفتم که برای API درخواست میفرستیم یا مثلا اطلاعات رو از یه سایتی میگیریم. این کارا رو ما باید از ماژول ریکوست استفاده بکنیم تا بتونیم انجامشون بدیم. بریم توی VS Code ببینیم که چطور میشه از این ماژول استفاده کرد. من یه فایل درست میکنم اسم ریکوست، هر فایل فرقی نداره. برای استفاده از این ماژول باید اول اونو نصب بکنیم. اگه اونو نصب ندارید حتما نصب بکنید. خب میریم تو کامند پرامپت، دستور پیپ install request، یه اس آخرش داره، اینو دقت بکنید. اینو اگه بزنید، خب من اینو قبلا نصب داشتم، ولی شما اگه این ماژول نصب نکردید حتما نصبش بکنید. خب برای استفاده از اون باید حتما قبلش اونو ایمپورت بکنیم. این یه کار روتینه. ریکوست چند تا متد داره. متدی که تو این جلسه قرار توضیح داده بشه متد get هستش که میره از یه سایتی اطلاعات رو میگیره یا از یه API اطلاعات رو میگیره. یه متد دیگه هست متد پست که شما یه سری اطلاعات میفرستید و اون جواب رو به شما برمیگردونه. اما get نمیتونید چی بفرستی، فقط صرفا اطلاعات رو میگیرید. خب یه متغیر درست میکنیم ریسپانس. این ریسپانس یه چیز روتینه که ما اون چیزی که برمیگرده رو میریزیم تو ریسپانس. میتونید هر اسم دیگه بذارید. نویسیم request dot get. خب بذار اول یه URL بیارم، مثلا URL همین سایت تاپلر. من اینو بالاتر تعریف بکنم. البته میتونید مستقیما اونو داخل این متد get بذارید، ولی اینجوری مرتب تره. خب حالا من بیام این ریسپانس رو پرینت بکنم ببینم چی برمیگردونه. ریسپانس. خب ران شو لطفاً. نگاه کنید فقط به ما اینو برگردونده. ریسپانس 200. این 200 چیه؟ این HTTP کد هستش و 200 معنیش اینه که اوکی، درسته، درخواستی که فرستادید درست بوده و جواب برگشته. البته بعضی وقتا درست است ولی اون چیزی که ما می‌خوایم بر نمیگرده. این که دیگه مشکل از سرور سایتی که براش درخواست میفرستیم. این HTTP کد ها نگاه کنید بعضی وقتا میرید توی یه سری سایت ها می‌نویسه 404 not found. این هم اصلا اون کد است، اونم یه HTTP کده. هر کدومشون یه معنایی دارن. اون معنیش اینه که پیدا نشد چیزی که می‌خواستی. این یعنی درخواستی که فرستادی کلا هر چیزی که هست اوکیه، درسته. ریسپانس اگه ما بنویسیم استاتوس کد و اینو اجرا بکنیم، اگه اجرا بشه، چون یکم ساعت نت پایینه، آوردش همین 200 رو برگردونه. شاید بگید خب چه کاری، همون ریسپانس رو ما پرینت میگیریم. بعضی وقتا شما میخواید درخواست بفرستید تو کد هاتون، اگه درست بود، یعنی اگه 200 برگشت و درخواستتون با مشکلی مواجه نشد، یه کاری انجام بده، ولی این احتمال هم میدید که شاید درخواست درست فرستاده نشد یا جواب بر نگشت. خب میتونید از همین استفاده بکنید توی شرطی مثلا بگید if 200، اگه استاتوس کدمون 200 بود این کار رو انجام بده و اگه این نبود یه کار دیگه، برای اینکه اکسپشن ها رو هندل بکنید. این از این به ما وضعیت رو برمیگردونه که اسمش استاتوس هستش. خب URL اگه بنویسیم و اونو رام بکنیم، صرفا میاد URL سایتی که ما براش درخواست فرستادیم رو بهمون برمیگردونه. اینم بازم کاربردش مثل نکنید آورد. کاربردش مثل استاتوس کد شاید خیلی کاربردی و جالب به نظر نیاد، اما شما در نظر بگیرید یه لیست بلندی از URL ها رو دارید، آدرس های چند تا سایت، میخواید توی حلقه به هر کدوم از اینا درخواست بفرستید و هر کدوم که جواب داد بدونید کدوم جواب داده. خب میتونید از همین URL استفاده بکنید، هر کدوم که جواب داد برو و URLش رو به من برگردون، نشون بده یا توی فایل ذخیره کن.
پس هر کدوم از اینا یه کاربردی دارن. خب من تکست رو بنویسم. اگه تکست رو بنویسیم میره اون چیزی که گرفته رو به صورت تکست به ما نشون میده. نگاه کنید چی رو به ما برگردون. اگه دقت بکنید یکم در هم بر هم. ولی نگاه کنید li لیست تگ دیو رفته HTML سایت رو به ما برگردونده، رفته سایت رو گرفته، اون قسمت فرانت اند سایت رو شما یه URL ساده بهش دادیم، اونم رفته توی اون URL هر چی بوده رو به ما برگردونده که میشه همون قسمت HTML و فرانت اند سایت. و بعضی وقتا شاید شما بخواید یه عکسی یا یه چیزی تو همچین فرمت هایی رو بخواید دانلود بکنید یا اون رو از یه سایتی بگیرید. فرضاً ما این عکس تاپلر رو میخوایم، من آدرسش رو کپی میکنم، بعد میارم اینجا یه URL دیگه به اسم image URL تعریف میکنم. حالا به این میگم برو این URL رو بگیر. اگه من از تکست استفاده بکنم ببینیم میاره. ببخشید ساعت پایین کلن. نکنید یه چیز خیلی نامفهوم و چی این اصلا مشخص نیست. چرا؟ چون عکسی باینریه. متوجه میشید که تکست نمیتونه اونو بخونه برام، اونو برگردونه. برای اینجور فرمت ها ما میایم از کانتنت استفاده میکنیم برای چیزای باینری. اگه من اینو بزنم بیار دیگه، نکنید این یه ذره بهتر. شاید متوجه نشیم که این چیه، ولی خب بازم نسبت به این خیلی معنادارتره. خب اجازه بدید من همینی که اینجا نوشتم رو بریزم توی فایل، توی متغیر، ببخشید مثلا متغیر img، بعد بیام بگم اینو بریز توی فایلی برای من with open توی فایل مثلا image.jpg. خب برای من رایت بکن و اسم اینم بذار فایل. حالا بیا توی فایل بنویس، ببخشید چیو بنویس؟ اون وریبل ایمیج ما رو. الان من اگه اینو اجرا بگیرم خطا میده، گفته بایته. من اینجا اینو باید WB بذارم رایت باینری، چون اینی که با ما برمیگردونه بایت هستش دیگه. این نمیتونه اونو برامون توی فایل بنویسه و ذخیره کنه. باید اینو بنویسیم که بره اون بایت هایی که برگشته به ما رو توی فایلی که میخوایم ذخیره کنه. الان دیگه درست اجرا شد. میبینیم اینجا برام یه فایل JPG عکسی درست شده. اگه ما بریم توی عکس میبینیم که لوگوی تاپلر رو برای ما برگردوند. خب میبینیم که برای چیزایی مثلا باینری نمیتونیم از تکست استفاده بکنیم، پس باید از کانتنت استفاده بکنیم. این از این. خب من بیام نور یکم بیارم پایین تر مرتبشون بکنم. بعد این از این. چیز بعدی که میخوام بگم هدر هستش. وقتی شما به سایتی کلا اصلا تو مرورگرتون آدرس یه سایتی رو وارد میکنید و اون میره سایت رو برای شما ببخشید سایت رو برای شما بالا میاره، این چیزی که شما میبینید، ولی در اصل مرورگر یه درخواست میفرسته به سایت که حاوی اطلاعاتیه و درخواست هم یه جوابی به مرورگر شما میفرسته. برای اینکه بدونید و بفهمید که اون سایت چی رو برگردونده به مرورگر، میتونید از هدر استفاده بکنید. من یه هدر تعریف میکنم، مینویسم response.header headers ببخشید. خب میگم بیا اینو برای من پرینت کن.
اینو برای من پرینت کن. اگه پرینت بشه منتظر بمونیم تا اجرا بشه. میبینید سایت این اطلاعات رو به ما برگردونده. اصلا گفته کانتنت تایپ، این یعنی فرمت چیزی که به ما برگردونده چیه. گفته ایمیجه. خب یا مثلا سرور سایتی که این اطلاعات رو برای ما فرستاده اینه. خب من همین URL سایت URL اولی رو بزنم، اون چیزای بهتری برمیگردونه، چیزای بیشتری برمیگردونه. بکنید مثلا بازم اینم اینجا گفته کانتنت تایپمون HTML هستش. پس اون اطلاعاتی که ما گرفتیم و با تکست نشون دادیم با response.txt حاوی یه سری کدهای HTML بود. بعد چیزای دیگه که نشون داده، برای مثال کوکی ها رو نشون میده. ببینم کوکی رو آورده اینجا، باید بیاره قاعدتا. اینجا سرچ بکنم، اینه ست کوکی که استفاده شده اینو برامون میاره. کوکی نگاه کنید، شما وقتی میری توی سایتی ثبت نام کردید، قطعا براتون پیش اومده ثبت نام کردید، ورود کردید، بعد که دوباره میرید توی سایت میبینید که هنوز لاگین هستید، لازم نیست دوباره لاگین کنید. یا اگه از اون سایت خارج بشید بخواید دوباره ورود کنید به سایت، میبینید که یوزرنیم یا ایمیل و پسورد شما هنوز هست و ذخیره شده تو اون قسمتی که میخواید ثبت نام کنید نوشته شده، اصلا نمیخواد اونا رو وارد کنید. این توی مرورگر شما ذخیره میشه، یعنی سایت به مرورگر شما میگه اینا رو برای من ذخیره بکن. به اینو میگن کوکی، به چیزایی که سایت از مرورگر درخواست میکنه که برای شما ذخیره بکنه و اونا رو نگه داره که هی لازم نباشه. یکی از کاربرداش اینه که گفتم که لازم نباشه شما توی سایت ثبت نام بکنید. خب این از این. برای اینکه بخواید فقط کوکی ها رو بگیرید میتونید بنویسید کوکی سال. اینو اگه بزنید میره کوکی ها رو برای شما میاره. الان ما که داریم درخواست رو میفرستیم میبینیم که یه ذره دیر برمیگرده. شاید شما یه زمان معینی رو بخواید تعیین بکنید که اگه بیشتر از اون طول بکشه تا درخواست بره و برگرده، شما دیگه کنسل بکنید، نخواهید اجرا بشه. برای این کار میاد تو همین قسمت get، تو همین متد یه ورودی دیگه اضافه میکنید، تایم آوت، و بهش میگید اگه از این زمان بیشتر طول کشید درخواست ما، تو بیا قطعش بکن، بیا دیگه کنسلش بکن، نمیخواد انجام بدی. اصلا من می‌نویسم 1 ثانیه. اگه اجرا بکنم خب این کمتر از 1 ثانیه طول کشید، یه چیز کمتری من وارد میکنم، مثلا بخشید 1/1000 ثانیه. اینو من ران میکنم. نگاه کنید برای من یه اکسپشن ریز کرد که تایم اوت شده، یعنی از زمانی که شما گفتید بیشتر استفاده شده، بیشتر طول کشیده. خب شما میتونید تو اینو هندل بکنید این اکسپشن رو که اگه همچین خطایی رخ داد یه کار دیگه رو انجام بده. این چیزا خیلی به درد میخوره تو کارهاتون. اینو پاک بکنم. خب تقریبا خوبه همینو تا این حد. بریم سراغ API ها. الان ما فقط آدرس یه سایت رو دادیم، اون کدهای HTML رو گرفتیم، اما چطور بیایم از API ها استفاده بکنیم؟ استفاده کردن از API ها، من میخوام این کدها رو همینجوری نگه دارم، کامنتشون کنم، بعد فایلش رو بذارم توی اون زیپی که آپلود میشه رو سایت، ولی یادم میره. اینو دیگه ببخشید خودتون، همینجا هست، همینجا ببینید. خب پس من اینا رو پاک میکنم که اینجا همینجوری شلوغ نشه. بریم سراغ API. من بیام اینجا یه سایتی که همون جلسه اولم جلسه دوم تو قسمت API گفتم، Open Weather Map رو برای شما بیارم.
بعضی از سایت هایی که API درست حسابی دارن قشنگ بهتون میگن که شما باید چیکار کنید، اصلا لازم نیست چیز خاصی یاد بگیرید براشون. اگه بریم تو این قسمت API اینو بزنیم، همین اول گفته ثبت نام بکنید و فلان و اینجور چیزا. بعد گفته اگه میخواید شروع کنید اینو اول بزنید تا تو استارت که اون پروسه درخواست دادن به API این سایت رو بهمون بگه. خب ما بریم توی این قسمت ببینیم میگه که چی کار کنیم. خب آوردش، گفته اولا ثبت نام بکن و اون API کی که میخوای رو بگیر. بعضی از سایت ها، اکثر سایت ها، برای اینکه از API اونها استفاده بکنیم باید ازشون یه کلیدی بگیریم که موقع فرستادن درخواست این کلید هم بفرستیم که اون اصلا بفهمه شما این درخواست رو فرستادی. و بعدش گفته کلید رو که گرفتی بیا از API ما استفاده بکن و از API documentation هم میتونی استفاده بکنی و برای راهنمایی بیشتر اینجا که گفته چی؟ برای فیچرهای بیشتر و look at the options of hourly month subscription. فکر کنم برای قیمت هست، اینکه شما بخواید ماهانه یه سری فیچرهای بیشتری دریافت بکنید. گفته بیا اینجا ببین اوضاع چجوری. خب ما بریم ثبت نام بکنیم. خب من قبلا ثبت نام کردم، فقط ورود میکنم. ساین این بکنیم. خب میگه شما همین الانش هم وارد شدید. من یه بار خارج بشم. نکنید من از سایت خارج شدم ولی ایمیل و پسورد من هنوز ذخیره هست، یعنی هنوز هست همینجا. این دقیقاً همون کوکیه که گفتم بهتون قبلا. ببخشید. خب من الان داخل سایت وارد میشم، میام تو قسمت API keys که اون کلیدی که میخواستم رو بگیرم. من قبلا از این سایت استفاده کردم، یه کلید API ازشون گرفتم. شما حالا میخواید بگیرید اینجا بیاید یه اسم تعریف بکنید، بعد جنریت رو بزنید بهتون یه کلیدی میده. خب من همینو کپی میکنم. ببخشید. چرا پایچه ها میذارم؟ میام اینجا میگم API کی من این هستش. خب این رو پاک بکنم یه ذره خلوت بشه اینجا. این هم یکم بیاد پایین‌تر مرتب بشه کدامون. بریم توی سایت. خب ما API رو گرفتیم، API کی رو گرفتیم از سایت. الان میتونیم بریم از اون قسمت داکیومنتشون بخونیم که چجوری از API هاشون استفاده بکنیم. قبلش بذارید بریم توی قسمت پرایسینگ. اینجا بهمون میگه که قیمتا چجوریه. یعنی شما اگه میخواید ماهانه از API هاشون استفاده بکنید و فیچرهای بیشتری رو بگیرید قیمتا به این صورته. همه رو براتون توضیح دادم. فعلا ما کاری به قیمتا ندارید، فقط خواستم بدونید که سایت هایی که API درست حسابی دارن فرمت کلیشون اینجوریه. Current Weather API گفته رایگانه. ما مستقیم بریم از تو API اینا رو بیاریم. وضعیت فعلی هوا نکنید، این همونه که گفته بود رایگانه. بیایم اینجا داکیومنتش رو بزنیم بخونیم ببینیم چی گفته. گفته چند تا روش هست برای اینکه شما درخواست بفرستید. یکیش اینه که از اسم شهر استفاده بکنید و این API رو کال بکنید. اینو بنویسید توی این قسمت، اسم شهر رو بنویسید و اینجا بیاید اون API کی خودتون رو وارد بکنید. یعنی اسم شهر رو استیت، اسم شهر رو استیت و کد کشور. این یکی از راه‌هاشه. بعد میایم پایین‌تر میگه میتونید از آیدی شهر هم استفاده بکنید. یعنی چی؟ هر شهری یه آیدی داره. اینجا گفته لیست آف سیتی آیدی. شما اگه برید توی این لینک بهتون لیست آیدی های شهرها رو میده و میتونید از اون استفاده بکنید. و گفته که این روش ما اینو ریکامند میکنیم، اینو پیشنهاد میدیم. این دقیق تره، ساعتش بیشتره یا هرچی، ترجیح میدن که شما با این روش درخواست بفرستید. اگر هم درخواست با روش دیگه فرستادید فرقی نمیکنه. ولی خب داکیومنت و اطلاعات توی API رو مطالعه بکنید وقتی میخواید از اون استفاده بکنید برای هر سایتی. گفته این روشم میاد اینجوری. قسمت قبلی فکر کنم اینجا کیو بود، اینجا آیدی شهر رو می‌نویسید، بعد APP آیدی خودتون که همون API کی هست رو وارد میکنید.
یه روش دیگه استفاده از جیوگرافیک کوردینیت هستش. یعنی شما طول و عرض جغرافیایی شهر مورد نظر رو وارد بکنید و اطلاعاتی که میخواید رو بهتون برمیگردونه که اطلاعات مورد نظر ما فعلا وضعیت فعلی هوا هستش. بعد میگه API response. چیزی که من به شما برمیگردونم اینه، یعنی سایت اوپن ویدر مپ به ما برمیگردونه. گفته یه دیکشنری برمیگردونم، یه جیسون برمیگردونم که مثلا این توی این قسمت کورد که مخفف کوردینیت هستش طول عرض جغرافیایی نوشته. بعد اینجا مثلا نوشته کلیر اسکای، آسمان صاف. بعد بیایم توی قسمت مین نوشته تمپ، مثلا دمای الان، دمایی که حس میکنیم، فکر کنم منظورش اینه feels like، دمایی که ما حس میکنیم اینقدر، بیشترین دما، کمترین فشار، رطوبت، سرعت باد و یه سری اطلاعات از این دست رو به ما برمیگردونه. خب ما بریم از این API استفاده بکنیم. از این روشی که باید اسم شهر رو وارد بکنیم استفاده میکنیم. من اینو کپی بکنم، دوباره نرم تو پایچم، اینجا پیست بکنم. خب اینو من پاک میکنم و اینجا به جای سیتی نیم نویسم تهران. مثلا من تهران نوشتم. حالا برای این که متد رو گت بکنیم نویسم این URLی که من اینجا نوشتم اینو به اضافه این API کی کن، اینو بیار بچسبون به آخر این URL. چرا؟ چون خودش گفته بود دیگه باید آخر این درخواست بعد از API ID شما بیای اون API کی خودتون رو بنویسید. خب من اینجا اینم می نویسم و میام پرینت میکنم ریسپانس استاتوس کد، ببینم چی بهم برمیگردونه، ببینم درخواستی که فرستادم درست است یا نه. اکسپشن داده، گفته invalid URL، گفته URLتون اینولیده. چرا؟ گفته perhaps you meant، شاید شما منظورتون این هستش. نگاه کنید من باید یه http // رو می نوشتم قبلش که ننوشتم، یعنی خود سایت نبود که من بخوام بنویسم دیگه، من همونو کپی کردم به اینش دقت نکردم. میام اینو می نویسم. الان اگه درخواست بدم 200 برگردون. اوکی، ما کارمون رو درست انجام دادیم و اطلاعاتی که میخواستیم برگشته. الان من میام تکستش رو چاپ میکنم. نگاه کنید اومده به ما یه جیسون برگردونده که اطلاعات توی این دقیقاً همین اطلاعات توی این قسمت هستش که گفته بود اینا رو برمیگردونم. فقط اینجا یکم حالت مرتب تر داره. اینو من ببندم. الان این یه جیسون، اگه ما بخوایم از این استفاده بکنیم چیکار باید بکنیم؟ من توی جلسه سوم بود فکر کنم که جیسون رو بهتون گفتم که جیسون رو باید لود بکنیم. پس اول میایم اون رو ایمپورت میکنیم و توی این قسمت میگیم فرضاً رکورد بیا برامون لود بکن. لود اس رو باید بزنیم. چرا؟ چون چیزی که ما میخوایم لود بکنیم توی همین فایل هستش، توی فایل خارجی نیستش که از لود استفاده بکنیم. چون برای من لود بکن JS که اون اطلاعات مورد نظر من توش هستش. بیا JS رو برای من لود بکن. پایین ترم بنویسیم پرینت کن چی رو برام؟ ریکورد رو برام. خب من این رو رام میکنم. الان دیگه به ما یه جیسون به ما یه دیکشنری برگردونه که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. فرضاً من بخوام دمای الان رو اگه در بیارم، اینجا یکم قابل خوندن نیست. شما میتونید بیاید همینجا بخونید که مثلا دمای الان تو این قسمت هستش، یا میتونید یه کار خیلی راحت‌تر بکنید. یه اکستنشن از اینا که میاد جیسون رو مرتب بهتون نشون میده توی چیزم هست، همون تو اکستنشن های گوگل کروم اگه سرچ کنید براتون میاره. من این لینک رو کپی بکنم، کپی نمیشه، اینجوری بکنم
اذیت نکن دیگه. کپی، اگه کپی شده باشه بیارم اینجا پیست بکنم. فکر کنم پیست درسته. نگاه کنید اطلاعاتی که بهمون برگردونده اینجوریه. حالا شاید یه سایتی نشون نده که اون اطلاعات رو به چه فرمتی برمیگردونه، مثل همین سایتی که الان رفتیم. میتونید از این کار استفاده بکنید. دقیقا همون URL که توی VS Code وارد کردیم اینو نوشتیم که خود سایت گفته بود اسم شهر و اون کلیدی که بهمون داده بود. ما اگه چیز رو بخوایم، دمای فعلی رو بخوایم، من اینو ببندم، اینم که چیزی نیست. این نگاه کنید دمایی که من میخوام، دمای فعلی اینه که توی قسمت مین هستش، یعنی توی این کلید که برید و ولیوهاش اطلاعات راجع به دما رو برمیگرد. خب من میرم همینجا، نه اینجا بهتره، می نویسم چی؟ مین. حالا اگه ران بکنم ببخشید ران شد، بکنم ران شد، نه نشد، الان ران شد. نگاه کنید فقط قسمتی که توی مین بوده رو به من برگردونده. اما ما میتونیم از یه روش دیگه استفاده بکنیم، یعنی اصلا لازم نباشه ما بریم جیسون رو ایمپورت بکنیم. اون چیه؟ همینجا مستقیم بگیم اینو برای ما لود بکن، اون جیسونی که میگیری رو برای ما لود بکن که بتونیم ازش استفاده بکنیم. این دستور رو که بزنیم، البته این متد باید پرانتزم بعدش وارد کنیم، پرینت بگیریم و بعدش برنامه رو ران بکنیم، میبینیم که اطلاعات رو به ما برگردوند. این الان یه دیکشنریه که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. مثلا من همون مین رو اگه بزنم و ران بکنم، میبینید به ما برمیگردون. حالا ما توی مین فقط این قسمت رو میخوایم، میام اینجا و مینویسیم اسمش چیه؟ تمپ هستش، تمپریچر. خب ران بکنیم، نگاه کنید 290.73 رو به ما برگردوند. یه روش دیگه برای این که اینا رو بگیریم میتونیم بنویسیم js.get، اینم تو داکیومنت خود ریکوست هستش، و بنویسیم main. نگاه کنید دوباره اطلاعات توی مین که قبلا چاپ کرده بودیم رو برامون آورد. خب دیگه تقریبا چیزی نمونده، یعنی چیزی که مونده، اما در همین حد به نظرم کافیه برای متد گت اطلاعات داشته باشیم. حالا شما هر جای دیگه اگه به مشکلی چیزی برخوردید میتونید سرچ بکنید، یعنی کلا برنامه‌نویسی همینه، شما وقتی یه مشکلی پیدا میکنید باید با سرچ کردن مشکل خودتون رو رفع بکنید. برای متد گت همینجا کافیه و توی جلسه بعد راجع به متد پست توضیح میدم. اینکه اگه شما بخواید به سایت یه سری اطلاعات بفرستید، مثلا ایمیل و پسوردتون رو بفرستید و تو سایت ثبت نام بکنید، بعدش از سایت یه سری درخواست بگیرید، کلا اینکه شما چجوری میتونید اطلاعات رو بفرستید و اون جواب رو دریافت بکنید. اینجا دیدید که ما هیچی نمیفرستیم، فقط یه URL تعریف کردیم، از یه جایی گرفتیم و اونو به متد get میدیم و میگیم اطلاعات رو برای ما دریافت بکن. خب چیزی نمونده و تا جلسه بعد من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.